خب بابا حالا چطوره؟ خیلی ممنون. امروز که خوبی دیگه. از این بده ببینم نگاه کن ببین. خوبی، حالت خوبه. مرسی. کار میکنی؟ خوبی. خب امروز شما روزایی که تو جهات بودم بچه بودم قدیم علی جون جهات اینجور نبوده که بحث بزرگان مثلا راه میرفتیم تو کوچه یکی صدای قدیم جوان نمیشت از پرشون رد میشد تو رد میکردیم چون نمینه تو اصلا احتراماتی بوده مثلا عرصونشو 3 رقم مردم جمع میکردن تو مجلس مثلا نشست بودن یه جا نشست جوانه یه جا نشست بچه یه جا نشست احترام قائل شدن هم خب تو اتاقا چجوری بود؟ مثلا میرفتی توی اتاقی بعد مثلا بابات بود، عمود بود، چی میشد؟ اتاق وارد میشدی اگه یه رشیستی بود اونجا نشسته بود جوان نمیست اونجا بشینه کنار میشست خیلی پایین میشست دم در میشست مثلا یه روز مثلا من یه مجلس دیدم عموم اونجا نشسته شاه برای اون نیست مثلا من خیلی حالا تازه از تهران رفته بودم این که وارد شد من بلند شدم رفتم دم در نشستم عموم رفت بالا جای من نشست اینجوری احترام قائل میشدن قدیم الان اونطوری نیست الان جوان پیرمرد اصلا وقتی نداره اونطوری نیست یه زمانی من دکان داشتم مغازه داشتم 30 دفعه